سلام دوستان، تمنا دارم جور و صحت و سلامت باشین. مانند همیشه تشکر از تمام حمایت هایتان. دوستان این بار در رابطه با کنجد یک برنامه تهیه کردیم. تمنا دارم طرف توجهتان قرار بگیرد و تا آخر بشنوید. و ویتامین های مورد بدن ما در دانه های کوچک کنجد جا گرفتند. اندام ها را تغذیه می کند. نشان داده شده که کنجد سیاه سطح انرژی را در بدن افزایش می دهد، مغز را تغذیه می کند و سرعت فرایند پیری را کاهش می دهد. مصرف منظم کنجد سیاه می تواند به کاهش علائم درد پشت، درد مفصلی و ضعف در مفاصل را کمک کند. سطح فشار خون را کاهش می دهد. متاسفانه این روزها فشار خون بالا یک مشکل رایج است که بسیاری از افراد با آن دست و پنجه نرم می کنند. این عارضه زنان و مردان را از هر سن درگیر می کند. کنجد می تواند به کاهش فشار خون بالا کمک کند. مغنیزیم موجود در کنجد در پایین آوردن سطح فشار خون خیلی مفید است. ویتامین ها و مواد معدنی فراوان موجود در کنجد به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند. آنتی اکسیدان ها و مواد مغذی کنجد به بدن نیز کمک می کند. به نحو بهتری با عناصر سرطانزا همچنان مبارزه می کند. بنابراین به خاطر پیشگیری از سرطان ها باید به طور منظم کنجد مصرف کنیم. خواص ضد التهابی دارد. مبارزه با سرطان یکی دیگر از خواص کنجد حساب می شود. مصرف منظم روغن کنجد می تواند بیماری ها و عارضه های ناشی از التهاب را کاهش دهد. موجودیت مس وافر در کنجد سبب می شود که عارضه های مفصلی را که در اثر التهاب ها با وجود آمده اند را درمان و یا مانع شود. برای بینایی مفید است. بر اساس یافته های طب سنتی چین، رابطه قوی بین اندام های داخلی و اندام های خارجی وجود دارد. به طور مثال جگر و چشم با هم در ارتباط هستند. جگر خون را ذخیره می کند و می تواند برای بهبود عملکرد چشم به این اندام خون سالم و مفید برساند. کنجد سیاه برای جگر مفید است چون جریان خون در جگر را افزایش می دهد و از این طریق چشم ها را تغذیه می کند. برای سلامت دندان ها و دهان مفید است. کنجد و روغن کنجد برای از بین بردن میکروب های جا گرفته در میان دندان ها یک گزینه خوب است. سلامت دندان ها و دهان را افزایش می دهد. چرخاندن روغن کنجد در دهان می تواند میزان آنتی اکسیدانی دهان و دندان ها را در برابر میکروب ها قوی کند و سلامت عمومی دهان و دندان را بهبود بخشد. سلامت استخوان ها را افزایش می دهد. کنجد حاوی ویتامین ها و مواد معدنی است که برای استخوان ها خیلی مهم است و سلامت استخوان ها را افزایش می دهد. کمبود ماده معدنی که برای استخوان ها ضرورت هستند اکثرا کلسیم است، باعث پوکی استخوان ها در نواحی لگن و ستون فقرات می شود. علاوه بر این کنجد یکی از منابع عالی کلسیم به شمار می رود. کلسیم یک ماده معدنی حیاتی برای سلامت استخوان ها است. در افزایش سلامت دستگاه تنفسی مفید است. مغنیزیم موجود در کنجد از طریق پیشگیری امراضی که منجر به تنگی نفس یا مجرای تنفسی را آسیب می رسانند مهم است. آسم و یا سایر اختلالات تنفسی را مانع می شود و برای بهبود سیستم تنفسی می تواند خیلی مؤثر واقع شود. خواص ضد سرطانی دارد. کنجد حاوی نوع ماده معدنی به نام مغنیزیم است که با سرطان ها مبارزه می کند. این دانه های کوچک همچنین دارای نوع ترکیبات ضد سرطانی به نام فیتات است. ثابت شده که کنجد در کاهش احتمال شکلگیری تومور و در نتیجه پیشگیری از سرطان روده اثرگذار است. سلامت قلبی و عروقی را افزایش می دهد. روغن کنجد از گرفتگی عروق پیشگیری می کند و به همین دلیل برای سلامت قلب مفید است. این دانه های مغزی ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی خیلی قوی دارند و به همین علت سلامت قلبی و عروقی را بهبود می بخشد. کنجد حاوی مقادیر زیاد از نوع اسید چرب غیر اشباع به نام اسید اولوئیک است که به کاهش سطح کلسترول بد یعنی LDL و افزایش سطح کلسترول خوب به نام HDL در بدن کمک می کند. این موضوع احتمالاً ابتلا به بیماری عروقی قلبی و سکته قلبی را کاهش می دهد. از دیابت پیشگیری می کند. کنجد حاوی مغنیزیم و مواد مغذی دیگری است که نشان داده شده با دیابت مبارزه می کند. تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که استفاده از روغن کنجد سطح فشار خون و گلوکوز خون را برای بیماران مبتلا به دیابت کاهش می دهد. منبع
عالی پروتئین گیاهی است. کنجد منبع خوبی از پروتئین غذایی به شمار می رود. 20% از این دانه ها را اسید آمینه های با کیفیت تشکیل داده اند. اگر گیاهخوار هستید، برای تأمین پروتئین لازم بدن خود کنجد بخورید. کنجد را می توانید روی سالاد، سبزیجات مختلف، نان بریزید تا از خواص آن بهره مند شوید. دوستان عزیز، ان شاء الله که همتون جور و صحت و سلامت باشین. تشکر که تا این دم با ما بودید. خدا نگهدار. صحت سلامت بمانید تا برنامه بعد.